بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس 17 اسم الحکیم الله سبحانه و تعالی. خواهران و برادران عزیز، در اسم الحکیم الله سبحانه و تعالی اول معنای اسم الحکیم در لغت میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحکیم در لغت از کلمه حکم گرفته شده. فعلش حکم یحکم حکما و هو حکیم. حکم حکم کرد، یحکم حکم میکنه و هو حکیم، پس او حکیم یا حکم کننده هست. کلمه حکم در لغت به معنای منع میآید. مثلا حکومت چرا حکومت میگن؟ به خاطر از اینکه او منع میکنه از ظلم. و به معنای قضا و فیصله هم میآید. پس الحکیم به معنای القاضی و الحکم القضاء. سوم به معنای خب صاحب لسان العرب میگه که به معنای علم و فقه هم میآید. مثلا الحکم العلم والفقه. علمیم در الحکیم الله سبحانه و تعالی، اسم الحکیم الله سبحانه و تعالی در اسماء و صفات. در قسمت اسم الحکیم الله 3 نقطه بسیار اساسی هست که اسم الحکیم به معنای حاکم هست، به معنای ذوالحکمه هست و به معنای محکم هست. 3 معنا را دقیق باید در راستا بفهمیم. اولی که الله سبحانه و تعالی حاکم است. ای که الله سبحانه و تعالی حاکم هست، الله سبحانه و تعالی حاکم مطلق و احکم الحاکمین و خیر الحاکمین خود معرفی کرده. ما همین قسم باید الله را بشناسیم و ما قسم که الله بر ما ذات و عظمت خود در قرآن عظیم الشان معرفی کرده. الله سبحانه و تعالی میگه الیس الله باحکم الحاکمین در سوره تین آیت 8. و به می قسم الله سبحانه و تعالی در آیت دیگه میگه که و هو خیر الحاکمین در سوره اعراف آیت 87. پس الله سبحانه و تعالی احکم الحاکمین و خیر الحاکمین در سوره یونس هم میگه و هو خیر الحاکمین. والله تعالی هو الحاکم فی الحقیقه. یکی از علما به نام علامه شربینی رحمه الله هست، او میگه که والله تعالی هو الحاکم فی الحقیقه یحکم ما اراد فی خلقه و بین عباده. اما قسم که خواسته باشه در بین بنده های خود، در بین مخلوقات خود حکم میکنه. الحاکم الله سبحانه و تعالی گفتیم بفهمیم که الحاکم است، خیر الحاکمین و احکم الحاکمین. الله الحاکم است. چی معنی الحاکم است؟ یعنی حکم از او حکم تکوینی و حکم تشریعی از جانب از او هست. حکم تکوینی چی معنی؟ یعنی که تمامی کائنات که هستن اینا به حکم الله سبحانه و تعالی چی هستن؟ در حرکت هستن. الله سبحانه و تعالی میگه که عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. در اینجا اینا الله سبحانه و تعالی حکم تکوینی خدا بیان میکنه. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. این زمین والجبال اوتادا، جبال کوها را مثل میخانه ساختیم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا، و شما را زوج خلق نکردیم. و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا. اینمی آسمان ها را حاکم تکوینی از کی هست؟ الله هست. این آسمان ها را کی خلق کرده، کی کنترل میکنه، کی حفظ میکنه، عمر از این کی تعیین کرده؟ زمینه. و اینمی قسم آسمان ها، زمین، کوه ها، انسان ها، حیوانات. پس حکم تکوینی از جانب الله است. و به همین شکل الله سبحانه و تعالی حاکم حکم تشریعی هست، حاکم
حکم تشریع است. به این معنا کسی که الله را میشناسه میفهمه که الله هست که نظام و شریعت و ارزش ها را تعیین میکنه. بزرگترین فرق بین عقیده اسلامی و عقیده کفری در این نقطه هست. در عقیده اسلامی الله حاکم است، حکیم است، به معنای حاکم هست. الله هست که تعیین میکنه چی را، ارزش ها را، قوانین، چی حق است الله تعیین میکنه، چی باطل است الله تعیین میکنه، چی جایز است الله تعیین میکنه، چی ناجایز است الله تعیین میکنه، چی خوب است الله تعیین میکنه، چی خراب است الله تعیین میکنه، چی حلال است و چی حرام است. کل از این الله تعیین میکنه. چه قسم سیاست داشته باشیم الله تعیین کرده، چه قسم اقتصاد داشته باشیم الله تعیین کرده، چه قسم تعلیم و تربیت داشته باشیم الله تعیین کرده، چه قسم علم بیاموزیم الله تعیین کرده. پس کل زی حکم الله هست، یعنی در نظام تشریعی، در نظام توحیدی، در نظام عقیده، نظام عبادات، نظام اجتماعی، چه قسم در جامعه زندگی بکنیم، نظام اقتصادی. چرا الله الحکیم است. در اسلام گفتیم فرق بین اسلام و کفر در دو نقطه هست که در اسلام حاکم الله هست. کسی که عقیده درست اسلامی را میشناسه و نامهای الله را میخوانن، ما این نامها را میخوانیم تا مطابق قضیه عقیده بکنیم و مطابق قضیه زندگی بکنیم. پس الله سبحانه و تعالی الحکیم هست، یعنی حاکم هست که تعیین میکنه برای ما حق و باطل و حلال و حرام و جایز و ناجایز و خوب و بد. کفر در چی هست؟ کفر در این نقطه هست که اینمی کاری که مربوط الله هست، تعیین کردن حق و باطل و حلال و حرام و جایز و ناجایز و خوب و زشت، اینه به مخلوق میده. حکومت مردم میسازه که توسط مردم و کل کار مردم میکنه، انسان میکنه. پس اینجا فرق است بین این انسانی که الحکیم الله را بشناسه و بین کسی که الله را نمیشناسه. بین کسی که الله را میشناسه، الله را خالق حکیم خود میدانه، اون خالق ما هست، رب ما هست و الحکیم است. بنابراین حکم از او بالای ما تطبیق میشه و او بر ما تعیین میکنه که چی برای ما خوب است، چی برای ما زشت است، چی حق است، چی باطل است، چی حلال است، چی حرام است. پیغمبرها چی میکنن؟ پیغمبرها تبلیغ میکنن از جانب الله. الله برش تعیین میکنه و اینا چی میکنن؟ تبلیغ میکنن و میرسن. پیغمبر حلال و حرام نمیکنه. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. وقتی پیغمبر نخواست عسل بخوره الله سبحانه و تعالی برش گفت تو چرا این کار میکنی؟ مردم فکر میکنن که حرام است. لا، لما تحرم ما احل الله لك. چرا حرام میکنی چیزی که الله برات حلال کرده؟ یعنی صلاحیت پیغمبر نداره، بلکه پیغمبر مبلغ است و از جانب الله سبحانه و تعالی بر مردم احکام الله را بیان میکنن. و در آیات قرآن هم وقتی که ما و شما میبینیم، مثلا وقتی که الله متعال در مورد مسلمان‌های با ایمان صحبت میکنه و مهاجرات بحث میکنه، ببینید باز در آخرش الله متعال میگه ذالکم حکم الله یحکم بینکم. این حکم الله هست، یحکم بینکم، که الله در بین شما حکم میکنه. یعنی اینجا حکم الله رو ببینین. اینجا بعضی کسا مشکلشان این است که در یک نام یک بخشش میگیره و دیگه بخشهایش فراموش میکنه. ما گفتیم الله متعال وقتی که الحکیم است، سه معنای قوی داره این کلمه الحکیم. یعنی حاکم است، حکم میکنه در دنیا و آخرت، قضاوت و فیصله میکنه در دنیا و آخرت. هم حکم میگه و هم فیصله میکنه. و الحکیم به معنای ذو الحکمت است، یعنی احکامش به اساس حکمت هست. و سومش چیست؟ الله محکم است، یعنی احکامش بسیار دقیق و متقن است، در کدام خلل و غلطی نیست. باید اسم الحکیم الله را به این سه بخش ما و شما دقیق بفهمیم. این که الله سبحانه و تعالی در مسائل احکام حکم میکنه. اینجا یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. مهاجرات وقتی که مؤمنات آمدن امتحانشان بکنین. الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. وقتی که فامیل اینا زنای مؤمن هستن، پس اینا را به کافرا تسلیم نکنین. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نه زن مسلمان برای کافر حلال است، نه کافر مثلا به مسلمان حلال است. اینا چی معنی؟ و آتوهم ما انفقوا، برای زنا نفقه. ببینین
این کلش احکام است. و در آخرش باز الله متعال چی میگه؟ ذالکم حکم الله یحکم بینکم. این حکم الله هست که در بین شما حکم میکنه، یعنی بر شما تعیین میکنه که مسلمان، زن مسلمان با کی ازدواج بکنه. آیا زن مسلمان میتونه با همراه یک کافر ازدواج بکنه؟ نه خیر. با یک مشرک میتونه ازدواج بکنه؟ نه خیر. با یک کسی که مرتد میشه نکاح زیباقی هست؟ نه خیر. این حرام میشه سرش. مجردی که شوهرش مرتد شد، خانمش چی میشه؟ خانمش بالای ازی چی میشه؟ ازی جدا میشه، طلاق میشه دیگه، بین ازیا نیمانه. یعنی رابطه میان خانم و شوهر چی هستن؟ نکاح به اساس ایمان است. زن مؤمنه با مرد مؤمنه، زن کافره با مرد کافر. اینجا چی میگه الله متعال؟ الله متعال میگه که ذالکم حکم الله یحکم بینکم. این حکم الله هست، در بین شما الله حکم میکنه. اینجا حکمت نیست. بعضی کسایی که نمیفهمن فکر میکنن که الحکیم به معنای الحکمت است تنها. و بعضی کسایی که مغرضین هستن و میخوان که از نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظامهای اسلام انکار بکنن، با صفت الحکیمت هم در حکمت میگیرن. خیر، الحکیم هم به معنای ذو الحکمه هست و هم به معنای الحکیم الحاکم، و حاکمی که تشریع را تعیین میکنه. خب مثلا آیت دیگه هست، مثلا ما و شما ببینیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یک قانون است در عقدها، در مسائل اقتصادی، در مسائل مثلا خوراک و مثلا الله متعال میگه احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. ببین الله متعال میگه حلال است برای شما بهیمة الانعام، او حیوانایی که اینا چی هستن؟ حیوانای اهلی هستن، مثل گاو و گوسفند و شتر و بز. اینا الا ما یتلی علیکم، مگر حیوانای اهلی که بر شما تلاوت میشه که اونا حلال نیستن. مثلا سگ اهلی هست لکن حرام است، پشک اهلی هست لکن حرام است. غیر محل الصید و انتم حرم. دیگه اینمی شکار هم بر شما ناروا هست وقتی که شما در حالت احرام باشین. این حال وقتی که ایره گفت که چی حلال است و چی حرام است، کدام حیوانات حلال است کدام حیوانات حرام است، و در عقد و معاملات اقتصادی و مسائل تجارتی تان سر از این حکم بیان کرد، باز الله متعال میگه ان الله یحکم ما یرید. الله حکم میکنه آنچه که اراده داشته باشه. پس انسان مسلمان باید الله متعال سبحانه و تعالی را به این شکل باید بشناسه. علامه ابو جعفر طبری یکی از مفسرین بزرگ است که به نام جامع البیان فی تأویل القرآن داره، میگه ان الله یحکم ما اراد فی خلقه و بین عباده. میگه الله متعال حکم میکنه در بین مخلوقاتش، در بین بنده هایش، و فرض فرائضه، فرض میکنه فرضهایش. الله فرض میکنه فرائض را، و حد حدوده، الله حدود تعیین کرده، و امر بطاعته و نهى عن معصیته. باید الله را این قسم باید ما و شما بشناسیم. خب همین قسم آیات زیادی هست که وقت ما و شما میایم در این راستا بحث میکنیم. بسیار آیات است که یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحیم. و همین قسم علما در این راستا چی میگن؟ والحکم هنا یتناول الاحکام الثلاثه. میگه اینجا وقتی که ما و شما فهمیدیم که الله حاکم است، اینجا میگه سه قسم احکام باید بفهمیم. یکی حکم تکوینی هست و یکی حکم تشریعی هست و حکم جزایی هست. یعنی الله متعال الله هست که برای ما احکام تحکیمی حکم میکنن. آفتاب چه وقت طلوع بکنه و چه وقت بنشینه، چه وقت غروب بکنه، زمین چه وقت زندگی بکنه، چه قسم حرکت بکنه، آفتاب چه قسم حرکت بکنه، عمرش چقدر است. این حاکمیت تکوینی الله هست. دومش میگه حکمش تشریعی است، احکام دینی تشریعی، یعنی که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است. این کلش کی حکم میکنه؟ حاکم کی است؟ الله هست. این حالا اگر این صفت الله را کس قبول داره، حاکم خود الله را میگیره. قوانین دیگه که ضد حکم الله هست را قبول نمیکنه. و کسایی که قوانین غیر الله را قبول میکنه و به او اطاعت میکنه، پس این در حقیقت صفت الحکیم الله را نفهمیده و قبول نکرده. و سومش چی است؟ والاحکام الجزائیه. دیگه احکام جزایی است. فلله الحکم فیها کلها. احکام جزایی چی است؟
حد از جانب الله هست، قصاص از جانب الله هست. مثلا قاتل چه قسم قصاص شود، در کدام حالات قصاص شود، مثلا سارق چه وقت باید دستش قطع شود. این کلش احکام الله هست. کسی که حکم الله را نمیپذیره و صفت الله را نمیپذیره، پس از دایره ایمان چی میشه؟ خارج میشه. ولا یشرک فی حکمه احدا، و الله در حکم خود کسی را شریک نمیسازه. کسی را ببینید شرک گفته اینا، اگر کسی در حکم الله، اگر کسی قانون میسازه که ضد شریعت الله هست، اینی قانون ساز خود شریک کرد در این صفت الله، و کسی که قبول کرد این مشرک شد در میراستا. متوجه هستین؟ خب وهو الحاكم سوم وهو الحاكم الذي يحكم في الدنيا والآخرة. یعنی الله حاکم است. حاکم یعنی به معنای مشرع، تشریع کننده، قوانین تعیین کننده. یکی از الله است. و دیگه الله حاکم است به این معنی که حکم میکنه در دنیا و آخرت. الملک یومئذ لله یحکم بینهم، اینجا به معنای قضاوت است. یعنی الله متعال الحاکم ای القاضی. متوجه هستین؟ الحاکم ای المشرع، تشریع کننده، تعیین کننده حلال و حرام، جایز ناجایز یک بخش. الحاکم به معنای القاضی، قضاوت کننده. یعنی بین ما کی قضاوت میکنه؟ کی جنتی است، کی دوزخی است، کی شهید است، کی مردار است، کل زیر کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. کل زیر الله تعیین میکنه. پس در سوره حج آیت 56 الله متعال چی میگه؟ الیوم یوم الحکم الملک یومئذ لله یحکم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. این الله حکم میگه. کسی که ایمان داره در جنت هستن. الله یحکم بینکم یوم القیامه. الله میگه الله یحکم. اینجا حکم معنای چی هست؟ به معنای قضا هست. الله یقضی بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. در این مسئله که شما اختلاف میکنین، در بین شما کی در راستا قضاوت میکنه؟ الله الحکیم الله هست. یعنی وقتی که ما میفهمیم که الله الحکیم است، یعنی المشرع، تشریع کننده هست، قوانین تعیین کرد بر ما. القاضی، قضاوت کننده هست. الحاکم به معنای القاضی، یعنی او ذاتی که قضاوت میکنه. الله یحکم بینکم یوم القیامه. الله حکم میکنه در بین شما در روز قیامت. یعنی قضاوت الله میکنه در روز قیامت که تو صادق بودی، تو کاذب بودی، تو مؤمن حقیقی بودی، تو منافق بودی. این کلش کار الله هست. خب به این قسم آیات زیادی هست. چهارم، وهو الحاکم الذی یختص الحکم به ولا یشرکه فی حکمه احدا. خب اینا میگه الله او حاکم هست، حکم کننده است که یختص الحکم به، حکم مخصوص از او هست. اینا وقتی که ما الله را میشناسیم که الله الحکیم است، به این معنی که تخصیص حکم بر از او هست. و لا یشرک فی حکمه احدا، الله ذاتی هست که در حکم خود کسی را شریک نمیسازه. یعنی صلاحیت حلال و حرام به کسی دیگه نمیده. حتی برای پیغمبر خود، برای پیغمبر وحی میکنه. و در آیت قرآن میگه ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. میگه اگر امی پیغمبری که این ما برگزیدیم و بسیار شخصیت بسیار عالی هست و مقام بسیار عالی داره، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر امی پیغمبر یک سخن یا بعضی از سخنهای اضافی زیاد بکنه، لاخذنا منه بالوتین ثم لأخذنا منه، از دست راستش میگیریم، ثم لقطعنا منه الوتین، امی رگهای از این چی میکنیم؟ قطع میکنیم. یعنی الله بالایش غضبناک میشه. پس پیغمبر با منتها، یعنی پیغمبر کی هست؟ رسول کی هست؟ مثلا جبریل امین در بین ملائکه رسول هست. با بسیار امانت جبریل علیه السلام قرآن میاره به رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اونمو زیر و زبر و کسره و فتحه و پیش، یعنی یک حرکت هم جبریل امین تغییر نمیده. چرا؟ امین آسمان هست. برای کی میره؟ برای امین زمین. کی هست امین زمین؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. قرآن برازی با بسیار امانت میاره و تسلیم میکنه و برش بیان میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با بسیار امانت ایره میره در بین اصحاب خود و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. امی قرآن عظیم شانه و وحی خفی و وحی جلی قرآن عظیم شان و وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
با بسیار امانت برای دیگران انتقال میکنه و تا ای که برای ما و شما میرسه. وظیفه ما و شما همین است که با بسیار امانت آیات قرآن بفهمیم و معنای از را با بسیار صداقت و امانت برای دیگران معرفی بکنیم. همین وظیفه یک مسلمان واقعی است. این الله سبحانه و تعالی هو الحاکم الذي يختص الحكم به. باید بفهمیم وقتی که من الله را میشناسم، الله هست که حکم مخصوص از او هست. اینمی قسم که عبادت مخصوص الله هست. متوجه هستین؟ حکم، تطبیق حکم الله هم عبادت است. وقتی که شما اگر یک کسی مثلا نماز به یک مخلوق بخوانه، این کافر میشه، مشرک گفته میشه. اگر یک کسی حکم یک مخلوق که ضد حکم الله هست این قبول میکنه، این هم مشرک هست. متاسفانه بعضی کسا در اینجا مشکل می داشته باشه، نمیفهمن. پس ما باید بفهمیم که اونمو خالق را که ما عبادت میکنیم، رکوع و سجده میکنیم، اونمو خالق حاکم هست که باید حکم از او را قبول بکنیم. امی قسم که عبادت مخصوص از او هست، حکم هم مخصوص از او هست. امی قسم که در عبادت شرک خوش نداره، قبول نمیکنه، امی قسم در قرآن گفته که و در حکمش هم احد را شریک نمیکنه. خب چی دلیل است؟ بله، الله متعال میگه که ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا سکن. الله متعال میگه الا، ای مردم آگاه باشید، له الحکم. لام چی است؟ این علما میگن که للاختصاص. لام برای چی است؟ برای اختصاص است، برای تخصیص است. یعنی حکم خاص، الا له الحکم. آگاه باشین که حکم خاص است برای الله. در آیت دیگه الله متعال باز میگه در سوره قصص آیت 70 و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخره وله الحکم. و حکم مخصوص از او هست. آیت دیگه مثلا الله متعال میگه که کل شیء هالک الا وجهه له الحکم. سگوید لام برای چی آمد؟ برای اختصاص آمد. وقتی که لام برای اختصاص است یعنی حکم مخصوص الله هست. فالحکم لله در سوره غافر آیت 12 و این یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الکبیر. پس حکم خاص برای الله هست. حکم خاص برای الله هست. الله هست که برای شما نظامهای زندگی رو تعیین میکنه. عقیده چه قسم باشه؟ الله تعیین میکنه. عبادت چه قسم باشه؟ الله تعیین میکنه. سیاست چه قسم باشه؟ الله تعیین میکنه. قضا چه قسم باشه؟ الله تعیین میکنه. نظام تعلیمی چه قسم باشه؟ الله تعیین میکنه. فرهنگ چه قسم باشه؟ ثقافتت الله تعیین کرده هست. اقتصاد چه قسم باید باشه؟ الله تعیین کرده هست. نظام مالی چه قسم باید باشه؟ الله تعیین کرده هست. جهاد چه قسم باید بکنی؟ الله تعیین کرده. دعوت چه قسم باید بکنی؟ الله تعیین کرده. نظام اجتماعی چه قسم ازدواج بکنی، چه قسم زندگی بکنی، حقوق والدین چی است، کلش الله تعیین کرده. اخلاق چه قسم باشه؟ الله تعیین کرده. این چی هست؟ به خاطر از که له الحکم مخصوص الله حکم است. الا له الخلق و له الحکم. آیه سوره اعراف آیت 5. این الحکم الا لله. نیست حکم مگر مخصوص الله هست. اینجا نفی میشه، باز اینجا اثبات میشه برای الله، باز اینجا لام داخل میشه. الله تعبدوا الا ایاه، که بغیر از الله کسی دیگر عبادت نکنین. بعد از حکم عبادت آمده. چی معنی؟ این الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا ایاه. این مفسرین کرام میگن که وقتی اینجا گفت که این الحکم الا لله، حکم نیست مگر مخصوص الله هست، پس اینمی حکم اطاعت کردن و امی حکم الله را قبول کردن و مطابق ازی زندگی کردن، اینمی عبادت است. چی هست؟ الله تعبدوا الا ایاه. از این خاطر اینه عبادت بعد از این کلمه عبادت ذکر شده. یکی از علمای اسلام چی میگه؟ میگه و اذا اتى بعد نفی الا. میگه شما اگر میخواین قرآن درست بفهمین باید عربی رو خوب بفهمین، و اگر عربی رو خوب بفهمین صرف و نحو و بلاغت باز شما مفاهیم قرآنی رو خوبتر میفهمین. میگه در قوانین زبان عربی، در گرامر و در زبان شناسی عربی چی هست؟ اذا اتى بعد نفی اله، اگر بعد از نفی اله میآید و هی ادات الاستثناء
صارت افادت معنى زائدا، میگی یک معنای اضافی هم پیدا میشه. یعنی بعد از نفی اله آمد، ان الحکم الا لله، اول به نفی کرد حکم نیست، بعد از او الا آمد. این عالم چی میگه؟ میگه وقتی که بعد از نفی الا آمد ادات استثناء هست، استثناء شد، میگه اینجا یک معنای اضافی دیگه آمد. اون معنا چی است عالم بزرگوار؟ میگه و هو الحصر والقصر، میگه این حصر است. یعنی وقتی که گفت که نیست حکم مگر برای الله هست، اینجا حصر و قصر آمد، یعنی انحصار حکم، یعنی حکم فقط به کی منحصر شد؟ برای الله. این معنا را باید بفهمی. این کی میفهمه؟ عالم متخصصی که برای ما و شما بیان میکنه و ما باید بفهمیم. اگر می صرف نحو را یاد داریم خوب، اگر یاد نداریم برای ما میگه وقتی که این الحکم آمد که حکم نیست، پس اینجا الا آمد بعد از این، میگه اینجا یک معنای جدید میگه. این معنای دیگه چی است؟ میگه معنایش حصر و قصر است. حصر و قصر چی معنی؟ یعنی که اینمی حکم منحصر شد فقط برای الله سبحانه و تعالی، و اینمی قصر چی معنی؟ یعنی فقط این قطع شد فقط امی حکم برای الله، کسی دیگه دیگه شامل نمیشه. این در زبان عربی حصر و قصر میگن. و باز حرف له الحکم که آمد اینجا باز چی میشه؟ باز لام داخل شد لله، اینجا تخصیص دیگه آمد. یعنی الله متعال سبحانه و تعالی در یک آیت شریف یعنی بسیار تاکید میکنه و با عبارت عربی مبین بسیار واضح و قوی چی میکنه؟ بیان میکنه که حکم مخصوص الله هست. پس تو قانون غیر از الله را اگر الله را میشناسی و صفت حکیم الله را قبول داری، قانون دیگران را باید قبول نکنی، نه به فلسفه های دیگران باید متأثر شوی. ای عقلگرا هست قانون عقلانی را جور کرده، ای علمگرا هست با اساس علم حرکت میکنه، ای قلبگرا هست تنها قلب معیار قرار میده، ای مثلا سیاستدان است سیاست جور میکنه، ای اقتصاددان است اقتصاد جور میکنه. پس اگر تو مسلمان موحد هستی و با صفت الحکیم الله با ایمان و اعمال زندگی میکنی، میفهمی که حکم در تمام از این مخصوص الله هست و الله کسی را در این حکم شریک نمیکنه و اطاعت از حکم الله عبادت است و کسی که عبادت به غیر الله میکنه پس اینجا در شرک مبتلا میشه. و مشکل بسیاری وقتا مشکلاتی که در دموکراسی و در انتخابات دریا هست، مشکلش اینمی هست که اینا این الحکم الا لله را قبول ندارن. چی میگن؟ حکم به غیر الله هست. ما حکومت جور میکنیم، باز اینا پارلمان جور میکنه، بازی پارلمان برای ما حلال حرام جایز و ناجایز تعیین میکنه، شراب بخوریم یا نخوریم پارلمان تعیین میکنه. پس اونجا اونا صفت الحکیم الله را برای کی دادن؟ برای پارلمان دادن، برای اعضای پارلمان دادن، یعنی اعضای پارلمان معبود خود قرار دادن. خب این الحکم لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، الانعام آیت 57 در سوره این الحکم الا لله. خب یاره ما و شما خواندیم. پنجم نقطش و هو الحاکم الذي يجب ان يرجع الیه فی الاختلافات والمنازعات. ان شاء الله ما و شما در درس بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله